سلام، امروز دوشنبه 24 اکتبر است. من خیرامان بقازاده نشر امروزه اخباری آزادی را تقدیم شما میکنم. توجه کنید به سرخط خبرها. در تاجیکستان با شرکت نیروهای روسیه و قزاقستان رزمایش نیروهای سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی نتیجه گیری شد. مقامات در دوشنبه برای مسافران سمت دوشنبه سوخت ترمینالی نوی را معرفی کردند که مؤسسش تشکیلات وابسته شرکت فراز بوده است. Aldara şuradaki ne böyle ki gücüm era çumukna. Keş me burdum musafir to kurugi tovuz muca me partiyam ba bolos tanke me burum stanke timiz avod. و سرگذشت طفلی که از زمان تولدش در اوکراین در تهخانه ها بزرگ می شود. از هجوم بی اساس روسیه به خاک اوکراین 8 ماه گذشت. با فکرم ما زمستان رو اینجا سپری میکنیم، زیرا جای برای رفتن، جای برای ایستادن نداریم. در نزدیکی سرحد افغانستان در رزمایشگاه حرب میدان تاجیکستان مشق‌های نظامی نیروهای واکنش سریع عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی تحت عنوان روبیج 2022 به پایان رسید. مشق‌هایی که با شرکت 1000 نظامی از تاجیکستان، روسیه و قزاقستان برپا گردید با هدف تمرین راه‌های مبارزه با گروه‌های غیرقانونی مسلح برگزار شد. جزئیات بیشتر در گزارش مومن احمدی. از روی روایت نظامیان عملیات بعد آن شروع شد که گویا گروه‌های مسلح خرابکار خط سرحد افغانستان با تاجیکستان را عبور کردند. در خبری رسمی آمده است که در مشق‌ها واحدهای نظامی گروه‌های زودعمل ستادهای مشترک پیمان اشتراک کردند. رزمایش از 10 تا 21 اکتبر ادامه یافت و مرحله اساسی بعدی 17 اکتبر صورت گرفت. مسئولان درباره سبب‌های در مشق‌ها شرکت نکردن نظامیان کشورهای دیگری عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی از جمله ارمنستان، قرقیزستان یا بلاروس چیزی نمیگویند. مقامات در قرقیزستان بعد مناقشه خونین یک ماه پیش در سرحد با تاجیکستان گفتند که این کشور نیروهایش را برای شرکت در رزمایش‌های مشترک به تاجیکستان نمی‌فرستد. سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی یک تشکیلات نظامی منطقوی بوده سال 2003 با تشبث مسکو تشکیل شده است، ولی در یک سال اخیر ضرورت آن و هم متحدی واقعی کشورهای عضوش در برابر خطرهای مشترک بحث برانگیز شده است. پیوندان عبدالستار پیرمحمدزاده روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک گفتند پس از نشر یک نامه‌اش در رادیو آزادی به آنها امکان دادند که روز شنبه 22 اکتبر در بازداشتگاه با او دیدار کنند. پیرمحمدزاده که به قول مقامات به افراطگرایی گمانبر می شود از ماه ایول در بازداشت است و ملاقات او با نزدیکان بسیار کم صورت گرفته است. حالا مرافع دادگاهی او هم پشت درهای بسته جریان دارد. آخرین جزئیات این خبر را حالا از همکارم میرزا نبی خالقزاد میشنویم که با ما در استودیو هستند. سلام میرزا نبی، خبرهای آخر را بگویید. سلام خیرامان، درود به بینندگان گرامی. عبدالستار پیرمحمدزاده سابق خبرنگار رادیوی صدای دوشنبه و بلاگری که تلاشگر از مشکلات جامعه بگوید اخیراً در بازداشتگاه با خواهر، همسر و فرزند کوچکش دیدار کرده است. در این باره به ما امروز برادرش عبدالکریم خبر داد. وی گفت مقامات تفتیشاتی گفتند که این دیدار نه به خاطر نامه پردرد پیرمحمدزاده بلکه بر اساس مراجعه وکیل مدافعش تحریزی شده درباره حق ملاقات با بازداشت شده ها صورت گرفته است. عبدالکریم گفت که عبدالستار در ملاقات با همسر و خواهرش گفته است که بعد چاپ نامش مقامات زندان او را بازپرسی کرده اذیتش دادند و پرسیدند که چگونه نامه بدون اجازه آنها به بیرون برآمده است، چرا این نامه را نوشته است. برادر عبدالستار از قبل خواهرش گفت که وقتی صحبت آثار لطکوب در چهرهش را مشاهده نکرده است، ولی گفته است که افسرده تر به نظر می رسید. نزدیکان پیرمحمدزاده به خصوص بعد نشر نامه از سلامتیش نگران هستند و به ریاست محبس‌ها نامه نوشته خواستند که اجازه زود از حالش باخبر شدن را بدهند. مسئولان گفتند که حق دارند پس از هر 15 روز ملاقات کنند. نامه پیرمحمدزاده در وبسایت رادیو آزادی نشر شد و واکنش هم آورد. میرزا نبی در این زمینه چی تفصیلات داده میتوانید؟ ببینید، عبدالستار پیرمحمدزاده در نامش از زندان نوشت که 18 روز عذاب و عقوبت، تهدید و تحقیر و تهدید به اهل خانواده‌اش وادار شد که گناهی نکرده را به دوش بگیرد. و در یک نوار ویدیویی مقامات متن نوشته کارمندان وزارت کارهای داخلی را خوانده است که در آن گفته است گویا با رهبر مخالفین محمدین کبیری در رابطه دائمی بوده است و در تاجیکستان انقلاب آماده می‌کردند.
در واکنش به این مسئله نام کبیری رهبری پیمان ملی که حزب نهضت اسلامی یکی از آنهاست و در تاجیکستان ممنوع و تروریستی نامیده میشوند هر گونه تماس و مسئله انقلاب را با روزنامه‌نگار بازداشت شده عبدالستار پیر محمدزاده رد کرده است. وی گفته است که هیچ ارتباطی با پیر محمدزاده نداشت و نداشته است. تشکر میرزا نبی خالقزاد و یادآور میشویم که پیر محمدزاده یکی از 7 بلوگر و روزنامه‌نگاری دستگیر شده در تاجیکستان است. تا حال محمد سلطان به 7، عبدالله غربتی به 7.5 و دلیر امام علی به 10 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق انسان از حکومت تاجیکستان تقاضا کردند که این ژورنالیستان آزاد شوند. شروع از آخر هفته گذشته رانندگان و مسافران سمت ولایت سوخت از ایستگاه یا ترمینال نو استفاده میکنند که در کنار شهر دوشنبه فعال شد. ترمینال نو را شرکت تاجیک ونیش ترانس که مؤسسش شرکت فراز است بنیاد کرده است. خود فراز شرکت متعلق به شمس‌الله صاحبов داماد رئیس جمهوری تاجیکستان است. 11 مارس سال 2020 رسما وجود ندارد. درباره شرایط نوی سفر به شمال کشور گزارش همکارانم برات یوسفی و سروی ناظرالله. ایستگاه یا ترمینال نو برای ماشین‌های مسافرکشی سمت شمال یا ولایت سوخت تقریباً 1 کیلومتر دورتر از ایستگاه قبلی در درآمدگاه شمالی شهر دوشنبه بنیاد شده است. این ترمینال همچنین ایستگاه آخرین چند خط سیر اتوبوس‌های پایتخت و قرارگاه آخرین ماشین‌های باربری سمت ولایت سوخت مقرر شده است. در اولین روزهای کار آن شماره ماشین و مسافران چندان زیاد نبود. تأسیس ترمینال نو قاعده‌ها را هم دیگر کرد. اکنون با قرار شهردار دوشنبه ورود مسافربران ولایت سوخت به پایتخت منع شده است. از این پس رانندگان سمت سوخت در درون شهر دوشنبه کار و فعالیت خود را دوام دادن نمی‌توانند. برای اینها ما تمام شرایط را در ترمینال مسافرکشی شمالی تیار کردیم. آنها می‌توانند در اینجا تا مدت 40 روز بے پول بے پرداخت از خدمات رسانی ما استفاده برند. ترمینال نو را شرکت تاجیک ونیش ترانس که مؤسسش شرکت فراز است بنیاد کرده است. این در حالی است که خود فراز شرکت همکاری متعلق به شمس‌الله صاحبов داماد رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از 11 مارس سال 2020 دیگر رسما وجود ندارد و بنابر سامانه رسمیش شرکت تاجیک ونیش ترانس 18 ترمینال نقلیاتی کشور را اداره می‌کند. ترمینال نو در مساحت نزدیک به 6 هکتار ساخته شده است. در اینجا مهمانخانه برای مسافران و ایستگاه برای اتوبوسان درون شهر، توقفگاه برای تاکسی رانندگان سمت خوجند، دوشنبه، سوخت، مغازه در اینجا باشه، مغازه آشخانه، تمام شرایط مهیا است. برخی رانندگان میگویند هنوز به جای نو عادت نکردند و نه همه مسافرکشان‌ها و مسافران سمت ولایت سوخت به این ترمینال آمدند. Aldara shudagi namiade ki gujo mera chum kina. Pesh meburdim musafir to kurugi tovus onja mepartim ba bolo stanka meburdim stanka zemzavod. Terminal. اینجا اکیم شرایطش نقصر میشه خیلی وعده کرده. طبق طرح نهایی شرکت تاجیک ونیش ترانس ترمینال شمالی را باید در حجم 7.5 میلیون سومانی بنیاد کند. تاجیک ونیش ترانس را یکی از شرکت‌های مونوپولیستی در فهرست خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نیز دیدن ممکن است. در ترمینال‌های سرحدیش این شرکت به غیر از بارکشانی همچنین به خواهشمندان خدمترسانی پورای گمرکی، سنجش لابراتوری صفت مال، ترازوی بارها و بندوبست تمغه‌زنی و رسمیات گمرکی را برای کشورهای اتحاد اروپا و اتحاد گمرکی انجام می‌دهد. درباره گردش مال و درآمد سالانه آن معلومات دقیق رسانه‌ای نشده است. و حالا مطلب داریم از اوکراین که از زمان شروع جنگ به اساس روسیه امروز 8 ماه رسا گذشت و از آن زمان تا کنون زندگی میلیون ها مردم را به هم زد. یکی از آنها اولگا شفچنکا است که وقت 24 فوریه جنگ سر زد در بطنش طفل 7 ماه داشت. دهه آنها در نزدیکی شهر خارکوف تحت آتشباران نیروهای روسیه قرار گرفت و او از ترس به پناهگاهی یک کارخانه گریخت. 2 ماه بعد طفلش ژنیا را به دنیا آورد. طفلی که نیم سال است فقط در تخت زندگی میکند. همکارم طاهر سفر گزارش میدهد.
این طفل اوکراینی فقط در تهخانه در خارکوف زندگی کرده است. ژینیا 6 ماه پیش تولد شد و همینجا زندگی می کند. وقتی آغاز جنگ روسیه در اوکراین در روز 24 فوریه در بطن مادرش اولگا شفچنکو 7 ماه بود. در صبح همان روز به خانه آنها حمله صورت گرفت. روز 24 فوریه ساعت 5 صبح از صدای بمباران بیدار شدیم. ما از مرز تقریباً 20-25 کیلومتر دورتر زندگی میکنیم. ساعت 6 صبح هیچ نقلیات حرکت نمیکرد. ما رو همسایه با ماشینش برد. از ترس پیشروی نیروهای روسیه او و پسران کلونیش به شهری نزدیکترین به خارکوف گریختند. در تهخانه کارخانه پناهگاه یافتند که شوهرش آنجا کار میکند. من میدونستم که اینجا پناهگاه است. وقتی خرد بودم بابایم نشان داد. پرسیدم برای چیست؟ گفت برای پناه یافتن از جنگ. خدا کند که نبینی. ولی من دیدم. ژینیا 2 ماه بعد به دنیا آمد. وقتی اینجا آمدیم حامله بودم. کودکم اینجا تولد شد. وقتی دردم گرفت به تولدخانه بردند. ساعت 6 صبح به آنجا رسیدم. ساعت 7:40 تولد شد. روز بعد پس از نصف روزی ما را جواب دادند. از بس که نیروهای روسیه با توپخانه به خارکوف حمله میکنند بیرون آمدن از پناهگاه خطرناک است. امروز وقتی برای رفتن به شفاخانه بیرون آمدیم بانگ خطر بلند شد و ما زود برگشتیم و به پایان فرآمدیم. 2 یا 3 هفته پیش در نتیجه ترکیش سخت تمام تیره‌زه های این بنا شکسته ریخت. و فکرم ما زمستان را اینجا سپری میکنیم. زیرا جای برای رفتن، جای برای ایستادن نداریم. ما به خانه برگشته خانه را از سر ساخته و پاکیزه کرده نمیتوانیم. زیرا این کاری نیست که در یک روز کرده شود. این گزارش هم درباره کودکان از کودکان افغان که آنها هم جبر جنگ را میکشند. سازمان ملل متحد چند پیش گفت احوال اقتصادی افغانستان بعد آمدن طالبان به قدرت در سال 2021 بسیار بد شده است. به گفته سازمان تا ماه ایولی امسال بیش از 700,000 نفر از جای کارش محروم شده است و در این میان کودکان جبر زیاد میکشند. همکارم کای مرسیتا گزارش میدهد. این کودکان اعضای یک خانواده هستند و حالا باید در مکتب باشند. اما همه دست به کار شدند تا لقمه نان برای خانواده خود فراهم کنند. مجبور هستم اگر کار نکنیم گرسنه میمونیم. ده ها کودک دیگر عین این کودکان در کارگاه و میدانهای خشتریزی کابل کار میکنند. تقریبا همه اینها آرزو دارند که به مکتب بروند و خوانند و آینده بهتری برای خود بسازند. میخوام مکتب روم تا طبیب و یا مهندس شوم. زیارت گل 8 فرزند دارد که همه‌شان اینجا با او کار میکنند. ناچار هستم. توانایی فراهم کردن شرایط تحصیل و تعلیم برای کودکان را ندارم. قرضدار هستم. دیگر منبع درآمد ندارم. برای رفتن به مکتب کاغذ و قلم ضرور است. توانایی خرید اینها را هم ندارم و نمیتوانم کودکان را به مکتب بفرستم تا آیندهشان خوب شود. یونیسف یا بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل در یک گزارش نوی گفته است تقریبا نصف خانواده ها در افغانستان مجبور شدند که کودکان را هم به کار جلب کنند، چون که اعضای کلانسال خانواده ها کارشان را از دست دادند. سازمان مذکور همچنین هشدار داده است که این وضع و دور ماندن کودکان از تحصیل تأثیر ویرانگر برای آینده کودکان در افغانستان دارد. و خبرهای بیشتر را از وبسایت azadi.org، همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.